اسپایدر رو برای اولین بار توی ایران تجربه کنیم. بریم که داشته باشیم. خب اینجا هم یکی از خفن‌ترین مجموعه ترامپولین توی ایرانه و قرار بریم جلوتر با هم ببینیم چه برنامه‌ای دارن براتون. بودو بریم. یه صحبتی هم کردیم حالا یه برنامه حرفه‌ای داشتیم جلوتر بهتون میگم. ما پذیرشمون هم گرفتیم بریم رختکن رو ببینیم چطوره. درنبند اینا هم بزن. اسکای فرستادیم تو رختکن. ها؟ اسکای برو رختکن. اما بریم شروع می‌کنیم نه؟ شوخی. این جورابای مخصوص که اومدن مثل جنس بدنه اسپایدرمن داره. اسپایدرمن هم بوده. با اون بازی نکن. چه دقیقه تایم بندی دیدی که برونش. بچه عجب وایبی داره. آخی خب اولین چیزی که میخوام امتحان کنم خیلی چیز ساده ایه. نگاه من اینجوری میرم بعد میرم. ای بو چقدر باحال بوده. یه بار ای بو چی داره؟ خب حالا یه چی دیگه هم میخوام انجام بدم شما ببینید. میخوام لکی اوتوری برم. چیتا باشه برو. ای بو اولین زن مرحله اول فرانت فلیپ ملق معمولیه. بیا از همونجا بگیر. بیا از این بغل بگیر. راحت اینجوری میگیری میری پایین اینجوری. اوکی حالا مرحله دوم دستو میزنی به سینه اینجوری. مرحله سوم میریم اونجا دیگه. خب یکی از استادای ما هستن. استاد اول میگی اسمتون چیه معرفی کن و همین چه حرکتی می‌کنید؟ من مرشاد ندیمی هستم. یکی از حرکت‌های ترامپولین رو می‌خوام خدمتتون اجرا کنم ان شاءالله لذت ببرید. میریم که داشته باشیم. ویدیو بگیر. ایگو استاد قراره حرکتی بهمون یاد بده حداقل تا اینجا ما یه حرکتی هم یاد بگیم. حرکتش رو می‌بینید شما. خب حرکت فرونت هست یا همون پشتک به این صورته که خیلی ساده. شما فکر میکنید میخوای سرتو بکن داخل و پشت سرتو نگاه کنید و بعد که پا رو جمع میکنید و چرخی حرکت فرونت یا پشتک اجرا میشه به این صورت. بسیار ساده میومد باشه ولی حالا فکر کنم انجام بدم میفهمم و حفان رستمو برم. حالا خب مثل که بغل پشت سرم هم نگاه کن. یا ابوالفضل ادامه داره. اصلا نظر راجع پرشش چی بود؟ عالی بود برای عالی بود. عالی. ترای دومو میریم. برو ببینیم چیکار. ترای سوم منظورش بود. مرده بود. اصلا بگین اگه نگرفته بودینش مرده بود. مرده بود تمام. معلوم سر اینجا میاد میخوره به اینجا این که فلز کامل زیرش. قضیه بود پولیا رو از دست بدیم برای یه ویدیو. ترای آخری میبریم سعی میکنم بهترینش رو ان شاء الله. سینه‌ت خیلی پایین نباشه. سینه‌ت پشت پات نگه دار. بازیکن میخواد برای بار 4 ترای کنه. آیا
موفق میشه پوریا یا نه؟ میزنه یا نه؟ بله چه میکنه این بازیکن؟ چه عجب. آقای فیلم بردار رو میبینید کودکی درونش فعال شده. مهره مار داری تو دل بری. برو نمیری دایی. خب تا اون مسیر رو میخوام برم، یا جفتک یا پشتک، یکی از دوتا. آها اینقدر دو کردم پرش و پشتک و اینا خستم شد دیگه. الان نوبت باشه نوبت استادای اینجاست. واه عالی بود دایی، عالی بود. خب این سری هم بخش والیباله. بریم یه اسپنک. نه چی گفت؟ اسپنک نه ببخشید. آبشار چیه؟ همون یکی یه انگلیسی داره. اسپنک اصلش اسپنک. واسه با شما رفتم روی این بنداز بالا. ای بود. واه بریم یه اسپک حرفه‌ای بزنم، یه آبشار تیم ملی والیبال اینجاست. برو صدایی. برو. واه چه داره غور میزنه، داره میگه من دهنم داره سرویس میشه. پوریا تو خیلی خوبی، خیلی خوبه. مایکل جردن باشه. بیا هاکا اینجوری. بعد بیا حالا بریم یه جامپی بزنیم. بازیکن میره میزنی اسپک. تونستم دیوونه شدم. چالش اول 3 2 1 برو. یکی دیگه برگشتش. چه سخته. بیا تنابیش هم بریم. بیا تنابیش. این سخته ها. این سخته. بگی برا. یک برو. ای بو. چقدر درد داره نمیشه بگیری. استاد علیرضا یکی از برترین پارکورکارای توی ایران و استاد مرشاد درست میگم یکی از خفن‌ترین استادای ترامپولین در ایران. استاد خیلی مخلص شما و زحمت دادین، حرکت‌های حرفه‌ای زدین برای ما و با هم یه خداحافظی جوری کنیم. خدا نگهدار.